سلام خدمت آقای وحدتی نسب بزرگوار. امروز از تحریریه رکنا بازدید داشتید و خیلی خوشحال شدیم که در کنار ما بودید امروز. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. من حامد وحدتی نسبم، استاد انسانشناسی پیش از تاریخ، دانشگاه تربیت مدرس. ببینید، ایران ما، همین ایران فعلی، همین گربه معروف خودمون، در سر راه یک تقاطع واقع شده. سمت راستش میشه آسیا، شمال و شمال غربش میشه اروپا، جنوب و جنوب غربش میشه آفریقا. و ما میدونیم که اولین انسان‌ها از آفریقا خارج شدند. بنابراین وقتی که این انسان‌ها از آفریقا خارج شدند و ما شواهدشون رو در جنوب آسیا، در هند، در اندونزی، در شمال غرب، در گرجستان و در بخش غربی در سواحل